یکی از بهترین احساس‌ها برای هر مردی اینه که خانم‌های اطرافش اونو بخوان. این یه چیز طبیعیه و اصلا چیز عجیب غریبی نیست. دوستش داشته باشن. حالا از بین اون خانم‌ها من یه نفر انتخاب می‌کنم که باش برم تو رابطه و با بقیه اونا حالم خوبه، چون اونا انتخابشون منم و من حالا یه نفر دیگر انتخاب کردم و این خیلی لذت بخشه. اما چطور میشه که یه مردی 100 تا خانم ازش خوششون میاد، یه مردی هم هست که هیچکی سراغش نمیره؟ دوست داشتن و قربون صدقه و فقط خوشگل بودن و اینا هم نیست. این 5 تا ویژگی و ترفند روانشناسی باعث میشه که روی ضمیر ناخودآگاهشون اثر بذاریم. حتی خیلی وقتا نیاز نیست کار خاصی هم انجام بدیم. این چند تا کار رو حتما و این اقدامات رو باید پیاده سازی بکنیم. اولیش اینه که حتما باید یه چیزی برای ارائه داشته باشیم و تو اون چیزی که ارائه میدیم بهترین باشیم. به طور مثال من یه هنری بلدم، یه ساز خیلی خوب بلدم، باید رو اون مانور بدم، رو اون سازی که بلدم، نه اون چیزهایی که ندارم رو هی برم بخوام بهتر کنم. یه خط خوبی دارم، یه ماشین خوبی دارم، یه هیکل خوبی دارم، باید رو اون مانور بدم، از اون استفاده بکنم، موقعیت‌هایی ایجاد بکنم که اون کار بکنه برا من. ویژگی دومش اینه که من باید نشون بدم که یه تکیه‌گاهم و خیلی کارهای مختلفی از دستم برمیاد. چطور نشون بدم؟ به طور مثال ببین اگه تو فلان جا فلان جا فلان جا کاری داشتی با من، دیگه تو کاری نداشته باش. وقتی من یه چیزی رو بهت میگم بگو چشم، اصلا نگران نباش. من خودم حلش میکنم، من هستم. من تکیه‌گاهم، من قدرتمندم، من قویم. مردی که دائم هی نظرخواهی میکنه میگه نه حالا یعنی چی؟ من باشم ازم بکنه. نه، تو نشون میدی که من هستم، قدرتمندم، جور و بوزه دارم. همین. اینو باید نشون بدی تو کلامت، تو رفتارت. ویژگی سوم اینه که باید نیاز جنسیت رو بتونی پنهون کنی. وقتی من نیاز جنسیم داره فریاد میزنه، از جلو چشم میزنه بیرون، خانوما فرار میکنه. چرا؟ پس مردای متأهل راحت تر میتونن دوست دختر پیدا بکنن، راحت تر میرن تو رابطه و واقعا جای تأسف داره، چون اینا نیاز جنسیشون جای دیگه برآورده میشه، آدمهای امنی میشن. تو صحبت اولی در مورد رابطه جنسی صحبت نمیکنن، بگن سلام علیکم بریم خونه رابطه جنسی داشته باشیم. نیاز جنسیشون رو پنهون میکنن. اصلا نشون نمیدن که من نیاز دارم به این که تو با من حرف بزنی، نیاز دارم به این که تو با من رابطه جنسی داشته باشی. حالا این نیازه تو زبان بدنم هست، تو کلامم هست. طرف میگه سلام عزیزم، خب معلومه که خانم میفهمه که تو نیاز جنسیت بالاست و فرار میکنه، متوجه میشه. بله من باید نیازمو خالی بکنم با ورزش، با خود ارضای درست. که خود ارضایی چقدر مزایا داره که خیلی‌ها فکر می‌کنن که خود ارضایی مسئله‌ایه که آسیب زننده است، که اینو باید در یه پست جداگونه باز بکنم و اگر دوست دارین در مورد این مطلب بیشتر بدونید حتما برام کامنت بذارید و بگید که دوست دارید در مورد این مسئله کامل بدونید، چون یه بحث درمان افکار هم میتونه باشه اگر درست اجرا بشه. یا ورزش یا کارهای دیگه که اون نیاز جنسی و مرحله فروکش میکنه، اینجوری خانم‌ها دنبالتون میدون چون شما نیازی ندارید. نمیگم رابطه جنسی برقرار نکنید، ولی نذارید اونقدر بهتون فشار بیاد که مشخص باشه رابطه جنسی نیاز دارید. ویژگی چهارمش اینه که خانم‌ها رو نباید خیلی جدی گرفت. جدی گرفت نه اینکه توهین کنیم، نه اینکه تحقیر بکنیم، نه اینکه، اتفاقاً برعکس. یعنی اینکه راحت باشیم با خانم‌ها. طرف میگه من روم نمیشه نگاه به خانم بکنم. خب این فرد حتما انتخاب خانم‌ها نیست. یا برعکسش یه نفرم هست خیلی با دیسیپلین حرف میزنه، خیلی با چارچوب حرف میزنه. نه، راحت حرف بزنید با خانم‌ها. جدی نگیرین. شوخی بکنید حتما. شوخی‌های مؤدبانه و ریز بسته به اون رابطه‌تون. اول رابطه شوخی‌های خیلی سنگین و ریز، ادامه رابطه شوخی‌های خیلی صمیمی‌تر. نکته بعد، خانم‌ها رو اگر بتونید پای درد و دل بکشونید، میتونید اونا رو علاقه‌مند کنید. یعنی چی؟ یعنی من به حرفش گوش بدم، بگم چه خبر امروز، انگار سر حالی،
امروز سر حال نیستی و اون شروع میکنه به صحبت کردن، سؤال باز. امروز انگار حالت خوب نیست، امروز لباست خیلی قشنگه، از کجا گرفتی؟ شروع کنه به صحبت کردن. امروز انگار چند وقتی میبینم دیرتر میای، چیزی شده؟ دیروز نیومدی، یعنی تو برا من مهمی و صحبت کن و حرف بزن و کافیه حرف بزنه و تمام. یا من برم باش صحبت بکنم. آره، یکم هم صحبتم جنس شخصی باشه، یعنی از چیزای ویژگی شخصیم بگم براش. و از همه مهمتر، به جای اینکه دائم از خودم تعریف بکنم که من اینو دارم، من این هستم، من اون هستم، بگم چقدر قشنگ امروز ست کردی. تموم. آدما تو رابطه به جای اینکه، مخصوصا ما مردا خیلی این اشتباهو میکنیم، خیلی از خودمون و توانمندی‌هامون میگیم، در صورتی که چیزی که مهمه اینه که تو از توانمندی‌هات برا من بگو. آدم‌ها عاشق حرف زدنن، اما متاسفانه همه دوست دارن حرف بزنن و چون عاشق حرف زدن هستیم، از کسی خوشمون میاد که به حرفمون گوش میده. طرف به تراپیستش هم علاقه‌مند میشه. طرف به کسی که به حرفش گوش میده علاقه‌مند میشه. چرا خیلی از مردها راحت پارتنر پیدا میکنن؟ خود اون خانم بهونه پیدا میکنه که بره باش حرف بزنه، چون به حرفش گوش میده. یه 4 تا شوخی هم باش میکنه، دستش هم میندازه، سر به سرش هم میذاره، خانوما رو جدی نمیگیره. خب معلومه اون خانم عاشقش میشه. چرا؟ چون احساس میکنه این آدم اعتماد به نفس زیادی داره. میگن تعریف از خود نشانه ضعف است. وقتی من خیلی همش از خودم میگم، چیز جذابی نیست. اوکی، از خودم من باید بگم، ولی غیر مستقیم. غیر مستقیم باید از خودم بگم. نه اینکه دائم خودم رو جار بزنم. ویژگی بعد، غیر مستقیم بهش نشون بده که تو از بقیه آدم‌هایی که اطرافه برا من یه کوچولو مهمتری، یه کوچولو، اما غیر مستقیم، جوری که نتونه بگی تو حتما منظورت این بوده، ولی اینو بهش نشون بدی. چطور؟ به طور مثال تو به همه بستنی تعارف میکنی، رسیدی به اون بستنیشو میخوای تعارف کنی، بستنیشو باز کن بهش بده. این یعنی چی؟ یعنی تو با بقیه فرق میکنی. به همین سادگی. در بطری مثلا دلسترش رو براش باز کن، به همین سادگی. یعنی تو با بقیه این افرادی که هست با فرق میکنی. در ارتباطات ما باید جوری با آدم ها رفتار بکنیم، به ویژه خانم ها، که هر کدوم موقعی که با ما صحبت میکنه احساس کنه مهمترین آدم روی زمینه و یه شاخزاده است. خیلی اینو اشتباه برداشت میکنن، فکر میکنن باید برن چاپلوسی کنن، تو رو خدا قربونت بشم عزیزم نفسم، و فکر میکنن خیلی جذابن. در صورتی که این، اگر دختری هم جذب همچین آدم‌هایی بشه، از مجبوریه، که حالا نشونه‌های متفاوتی هم داره. اینکه دختر منو به خاطر پولم بخواد یا مجبور باشه با من باشه. اما وقتی من یه شخصیت اینجوری جذاب، زرنگ، با اعتماد به نفس، شیطون میسازم، عاشق اینن که با من بیان تو رابطه. چون هم هیجان دارم، هم ادب دارم، هم احترام حالیمه، هم حد و مرزامو نگه میدارم، هم آدم حولی نیستم، هم میل جنسیمو تو دستم نمیگیرم بدوم دنبال دختر. خب معلومه اینجوری همه آدما فراری میشن. آقای ایدی، آیا این فقط تو رابطه با پارتنر خوبه دوست دختر پیدا کنیم این مدلی، یا دخترها و زنها رو عاشق خودتون؟ نه. کلا من تو زندگیم با زنهای زیادی در ارتباط هستم. وقتی میگم در نوشابه اونو باز کن بهش بده، یعنی چی؟ یعنی من تکیه‌گاهتم. وقتی میگم باش شوخی کن، یعنی چی؟ یعنی تو با من و من با تو یک صمیمیتی وجود داره. وقتی من میگم خودم کنارتم، نگران نباش، یعنی نیاز بنیادیش که میل به تکیه‌گاه داشتنه و بقا داشتنه حفظ میشه. وقتی من میگم یه کارو خیلی با اعتماد به نفس بزن و توی یه چیز خبره باش، یعنی به زن و به دخترهای اطرافم این پیام رو دارم میدم که ببین تو بیای با من دیگه ترسی نداری، من یه چیزی دارم که تو رو نجات بدم. حالا شاید داشتن یه هنر به این معنا نیست، ولی خب طرف میگه خب یه چیزی برای ارائه داره که با بقیه متفاوت باشه. یادمون باشه یه دختر برای اینکه به ما علاقه‌مند بشه باید بتونه اطرافیانش رو هم قانع بکنه، باید
بگی که خب این چی داره؟ دلم نخواد. خب چیشو میخوای؟ و نکته طلایی اینه که کارهای انجام بده که اصلا انتظارش رو نداره و سورپرایزش کن. به طور سورپرایز منظورم نیست هدیه بگی، نه اصلا اشتباه نکنی. منظورم اینه که مثلا میاد محبت میکنه، فلانی بریم بیرون، انتظارش چیه؟ که بگی آها از خدامه، با کله بریم بیرون. نه امروز چیز نداره، امروز نمیتونم، حالا بذار یه موقع دیگه. کارهایی که اصلا انتظارش رو نداره. اومده سر کار، یه ساعتی زده، یه لاکی زده، اصلا توجه، اصلا انتظار نداره که تو به عنوان یه مرد ببینی و بگی لاک زدی؟ چه قشنگه. دیروز نبودی فلان. انتظارش رو نداشته باشی که تو سراغش رو بگیری. کارهایی که فکرشو نمیکنه. این فوق‌العاده میتونه برای طرف اثرگذار باشه و یه کاری میکنه فرو بریزه. چرا؟ چون احساس میکنه تو قدرتمندی، برخلاف مغزش رفتار کردی. اینا همش میتونه به ما کمک بکنه که با خانم‌ها یک ارتباط بهتری داشته باشیم و بتونیم از اون انرژی زنانه‌ای که دارن استفاده بکنیم. شما نمیدونی یه خانم میتونه چی کار بکنه برای من، که متاسفانه خیلیشون انجام نمیدن یا خیلیشون برای مردی انجام میدن که اونم چند تا خانم کنارش هست. پس حواسمون باشه و این ترفندها رو یاد بگیریم. حتما برام بنویسین که از نظر شما مرد خوب چه جذابیت‌هایی داره و مرد زرنگ چه مردیه؟